سلام علیکم. وقتتون بخیر. شما خوب است؟ اسمم ادیب الله، محصل انجینری هستم و شماره کارتم است 29. 29. خب چی تهیه دیدین بر ما امروز؟ امروز موضوع نظام و همچنان موضوع پارلمان که تحت اثر نظام می باشه بحث میکنیم. عالی، بفرمایید. تشکر. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جناب استادان عزیز و همچنان بینندگان گرامی. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. این آیه کریمه در 3 جای قرآن به این اشاره میکنه که کسانی که آن چیزی که از طرف خداوند نازل شده اگر بالای بشریت تطبیق نکنن بیشک اونا فاسق هستن، کافر هستن و ظالم هستن. و در اینجا حال آمدیم که نظام پارلمانی یا نهاد پارلمانی در کدام نظام ارتباط داره. نظام پارلمانی یا نهاد پارلمانی یا ارگان پارلمانی ارتباط میگیره به نظام بشری که حمایتگر نظام پارلمانی همیشه در تاریخ یا دموکراسی بوده یا نظام های دیگه‌ای که ساخته بشر بوده اینها هستند. و نظام پارلمانی هم همچنان یک نهاد کفری گفته میشه به خاطر که تحت حمایه یک نظام بشری که نظام دموکراسی باشه قرار داره. به باور شما انتخاب کردن کسی رو آدم من حیث نماینده خود انتخاب کنه یا در پارلمان یا در جای دیگری این خلاف دین است؟ بله، البته ما وقتی که نظام بحث میکنیم در نظام اسلام خلافت اسلامی می باشه که یا امپراتوری اسلامی یا خلافت اسلامی که در تمام دنیا یک رهبریت یک به حساب وحدت وجود می داشته باشه بین امت. ببخشید همچون حکومت حال در کجا است نامش بگیریم در دنیا؟ بله، اصلا نظام اسلامی فعلا در دنیا وجود نداره. ما از استدلال تو رو فهمیدم که قانون اساسی ما یک کاغذهای کفری است یا چطور؟ بالکل. خب ما کارت سرخ باید. درست است. ما قبول دارم به خاطر اسلام. تشکر. بله. تشکر.